یک روز ما با فلکه به کار رفته بودیم. یک قهدری جانی آمد گفت کار میکنی؟ گفتیم که آری ما کار است. پچی است؟ ما با فلکه ایستاده ایم برای کار است. ما را بر ماتور سوار کرد، با سرعت خدا میرفت، در راه ماتورش چاس و پاس میکرد. گفتیم این چی است؟ گفت این ساسات است. ما را به باغی برد، ما ایستاده بودیم. گفت چرا ایستاده ای؟ گفتیم چه کار کنیم؟ خب بیلی کلنگی. گفت بیل کار نیست، تمانت کنده کن. گفتیم تمام که کنده کنیم که شرف ما میرد، چی کار است؟ گفت چاقو بده کرد. گفت قفش کوسکش، تمانت کنده کن. ما از ترس تمان کنده کردیم. یک بار دو بار سی بار ما را کرد است. تمان آمدیم بالکش کنیم. گفت چکار میکنی؟ گفتیم خود دیگه کار تمام است، بلند نمیشد دیگه، نمیتانی بکنی. گفت خفش و کوسکش، پایین کش کن که مهمان زیاد است. خلاصه میگفت به در نگاه کردم، دیدم های موتور چاس و پاس میکرد، های آدم میمادن، های مرا میکردن. خلاصه تا آفتاب صبح که زد است که ما را کردن. آمدیم به خانه بریم، دیدیم پای ما جفت نمیشد. مستقیم به دکتر رفتیم، گفتیم آی دکتر چی هستی؟ پای ما جفت نمیشد. گفت ای بس پشت است. یک نگاه کرد، گفت ای هر کی بوده است ناشی بوده است، روده های تو بیرون آمده است. گفتیم خودش جوش میخورد. در راه به خانه رفتیم غذا بخوریم که دیدیم غذا که به دهن میذاریم در معده بند نمیشد، از او خارج میشد. ای چی است؟ ای چی مریضی است؟ چجور ما را کردن؟ بعد بچه آمد گفت بابا یک نگاهی بکنم غذا کجا بند نمیشد. نگاه که کرد گفت بابا از پشت گلویت پیدایت. خدا شاهد است، به خدا قسم، به خدا قسم، از او روز به بعد با فلکه که می آییم صدای چاس و پاس که می آید ما فرار میکنیم.